ما افغان‌ها یک وقتی بود که تعصب نداشتیم. تعصب قومی در ما نبود، تعصب لسانی در ما نبود، تعصب مذهبی در ما نبود. ما به عنوان مسلمان زندگی میکردیم، در تحت لوای لا اله الا الله محمد رسول الله زندگی میکردیم. اکنون نامای شخصیت ها را که به شما گرفتم، اینا حنفی خود نبودن غیر از ملا علی قاری رحمت الله علیه. بس خواجه عبدالله انصاری حنبلی مذهب است و در همی افغانستان زندگی میکرد و با مو حنبلیت زندگی میکرد، ولی کسی امرایش اختلاف نداشت، بلکه به عنوان بزرگش او را قبول کرده بود. امین محمود غزنوی که شما سر تاریخش افتخار میکنین، این در مذهب شافعی است، شافعی مذهب بود، در افغانستان شوافی بودن و با برادری و اخوت زندگی داشتن. پس وقتی که شما در بست هلمند از حاکم گپ میزنین، او در حقیقت محدث بود، در هیچ مذهب نبود، خودش جایگاه داشت، مجتهد بود. دوستای عزیز، اگر خواسته باشین که کشور را حفظ بکنین، تاریختان را حفظ بکنین، استقلالتان را حفظ بکنین، تراثتان را حفظ بکنین، برگردین به تاریخ نیاگانتان، برگردین به هویت اصلیتان. ارگاه او تاریخ را پس زنده بکنین و ایتو اکس و چلیپا بکشین بر قوم که ما را تفرقه میته و از هم جدا میکنه، اینا کنار بگذارین، بلکه بگوین که انما المؤمنون اخوه، انما المؤمنون اخوه یا ایها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. متقی ترینتان، پرهیزگارترینتان بلندترین شماست، کلانترین شماست. اگر با این تعبیر زندگی بکنیم و این کشور را از خود بدانیم، بعد از او بدبخت نمیشیم. اشتباهات خود را بیاین که بفهمیم. چه وقت ما سقوط کردیم؟ هنگامی که از علم دور شدیم. ما در تاریخ ارگاه شما بخوانید 12,000 مرکز علمی در بلخ بود، 12,000. 14,000 مرکز علمی در غزنه بود. وقتی که از علم افتیدیم از تمدن مفتیم، از علم که افتیدیم از رقابت سالم مفتیم، از علم که افتیدیم اقتصاد ما ضعیف میشه، اخلاق ما ضعیف میشه، ایمان ما ضعیف میشه، توانمندی ما ضعیف میشه. او مردم علم داشتن، از این خاطر حکومت میکردن، از این خاطر جایگاه داشتن و علمشان در خدمت مردمشان، در خدمت دینشان قرار داشت. سقوط ما چه وقت شروع شد؟ که از علم کناره‌گیری گرفت. در اینجا رستفیدای عزیز ما هستن، برش گفته میشد حکومت که بچه تا به مکتب بده، میگنه رشوت به ملک میدادن که این بچه را از مکتب بکشه. هرگاه برش گفته میشد سرک تیر میکنم، سوتر را میگرفتن که زمین مده اینجا میره، سرک اجازه نه. اما تو نبود ایشه بانم بنده برش جور میکرد، میگنه اینجا خود زمین ها زیر او میشه. مشکل خو یک بار ببینید که مشکل در کیست؟ مشکل در فهم ما، در ناآگاهی ما. اکنون هم این تو بگید، اکنون هم در ما حالت است. از علم فرار میکنیم، با علما مراجعه نمیکنیم، قضایا را با اهل دانش حل نمیکنیم. در هر مسجد رفتیم مفتی شدیم، هر مسجد ما دارالفتاست. دین را وسیله تفرق قرار ندادیم. دست بالا بگیریم، دست پایین بگیریم، آمین بگویم، آمین نگویم، یک دیگر را چی جور میکنیم؟ قسم به خداست عزیزان، اگر شکمت درد میکند، هر جای نوسته دکتر صاحب، دکتر لوها هست یا نیست، میری پرسان میکنی که متخصص در کجاست، با فهم در کجاست، سفر نمیکنی. برادر گلم والله دین شکم دردید که مهم است. در رابطه به دینت که پرسان میکنی، از هر کس پرسان نکو، با اهل خبره برو، با او کسی برو که مستقیم، دقیق و درست راهنمایی بکنه.
از تعصب دورت بکنه، چشما را برات باز بکنه. با او کس برو سوال بکن. این است که ما را قوی و قوی تر میکنه. دو، تحمل بکنین، مخالف تحمل بکنین. اگر تو مخالف تحمل نکنی زندگی کرده نمیتونی. کله که خب به شیوه تو زندگی کرده نمیتونه، به تعبیر تو خود زندگی کرده نمیتونه. کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله ما را یکی میکنه، قوم ما را یکی نمیکنه، نژاد ما را یکی نمیکنه، سمت ما را یکی نمیکنه، زبان ما را یکی نمیکنه. لا اله الا الله محمد رسول الله انما المؤمنون اخوه، برادر یک دیگر است. لا فضل لعربی على عجمی ولا لعجمی على العرب ولا للأسود على الأبيض ولا للأبيض على الأسود إلا بالتقوى والتقوى ها هنا. وقت بالتقوى پیش میره. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. این اساس است و با این اساس باید زندگی بکن. آنانی که دانش دارن و فضل دارن مقدمش بشمارید، تکریمش بکنین، احترامش بکنین. خوب متوجه بوده باشیم، خوب دقیق متوجه شوید. دانشمندا عزیزای ما در رابطه به استخراج حکم شرعی 200 قضیه را بر زیبا حل کردن. چی فرق میکنه که در 5 دانه خطا کرده باشه؟ آسمان پایین میشه. ما میرون 200 خدماتی که به ما کرده او را فراموش میکنیم. 2 خطایی که در یک جای دید او را قایم میگیریم و حد که حرمت میکنیم. یک نفر میخیزه چی میگن؟ ابو حنیفه رحمت الله علیه این محدث نبود. لا حول ولا قوة الا بالله. ارگاه ابو حنیفه حدیث را نمیفهمید، معنایش این است که به او وحی میشد. خیلی گپ قبول کن. زیرا چه رقم آدم است که هر گپی که میزنه با پسان میبینه به او حدیث ثابت میشه، حدیث ثابت میشه، حدیث ثابت میشه. اگر او آگاهی از حدیث نداشتی فقط میتونه استخراج بکند. چقدر گپ بی معنا است، چقدر گپ بی معنا است. و میفهمی که ابو حنیفه به کی تعلق دارد؟ به شما ملت عظیم تعلق دارد، به شما تعلق دارد.